وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشست خبریش که هرچند حالتهای کاهش یافتن جنایتکاری میان نابالغان نسبت به سال گذشته کم به قید گرفته شده بود هم ولی وضع تشویش‌آور باقی مانده است. سال گذشته 261 نورسانی سینی مکتبی از تحصیل در کنار ماندند. در این باره از وزارت کارهای داخلی اطلاع داده شده است. به گفته منبع از این تعداد 116 نفر پسر و 145 نفر دختر می باشد. 169 نورس از کوچه و بازار از طرف ناظران منطقوی ریاست‌های وزارت کارهای داخلی و مرکز تحویلگاه نابالغان انتقال یافتند. از جمله سال گذشته از طرف 742 نابالغ جنایت به قید گرفته شده است که نسبت به سال گذشته حالت رو به پس شوی دارد. یعنی به گفته رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی 7% کم است. دست به جنایت زدن نابالغان در شهر دوشنبه تشویش‌آور باقی مانده است. ما کارهای پروفیلاکتیکی را در جمهوری براه ماندیم. حتی توسط مسجدها هم در همکاری با والدین امام خطیبان آگاه میکنیم که فرزندان را درست تربیت نماییم. نظارت را جدی براه مانیم تا به دست به کارهای جنایی نزنند. ما از فعالیت کاری کارمندان وزارت کارهای داخلی قانع نیستیم. هرچند کارهای تکمیل مهارت کسبی میگذرانیم، آموزش‌های دوروی را براه ماندیم. حالا هم سطح کسبی و فوری سست است. از این رو میخواهیم وسایل اخباری عامه و مردم همیشه در این سمت با ما در همکاری باشند.